دوستان یه اتفاقی افتاده، من اشاراتش رو تا حالا ندیده بودم توسط این شخص که ویب باشه ولی الان اینجوری شده که یه دفعه مثل این که یه ذره بوده. حالا من البته خیلی دنبال کننده نیستم، سر همین در جریان شاید نبودم، نمیدونم بازم، ولی باز هم اتفاقی بوده که عجیب بوده وقتی رخ داده و من دیدم. توهی طبیعتا میشناسید، آرتیست هستن، معروفن طبیعتا و اینها، و موسیقی دارن که حالا خیلی معمولا یه ذره اون شاد و شنگولی است و خیلی میل من نیستش و معمولا گوش نمیدم. سر همینم گفتم انقدر آشناییت رو نداشتم، شاید از قبل این وایب بوده که ویبم. حالا بگذاریم. یه موسیقی به صورت کلی داده به نام یه چی دیگه و این موزیک ویدیو در واقع سراسر کاسپلیه. ما هم قرار نیست ریاکشن به اون شکل بریم، یه ذره میخوایم ببینیم چه خبره توش و اینکه بریم صحبت دیگه ای داشته باشیم و در واقع تأثیر این کار که اهمیت داره. صدارم کمتر میکنم چون بار موسیقی انقدر الان اهمیت نداره. او واو، ای وای، اوکی. سلیرمون اونجا چی کار میکنه؟ این کیه؟ ریمروه این بندگان خدا؟ اصلا این آقا گوجو مونه. آقا گوجو بود چرا شنل داره؟ آها نه چیزه یور از او مای گاد. چشما رو دیدی؟ او واو. زیرنویس ژاپنی داره. اوکی. یعنی اینکه این موزیکی که ما الان داریم گوش میدیم و میبینیم ممکنه این باشه که یه ذره مارکت اونور رو میخواد، شاید به دنبال کلاب و چیزای این شکلی باشه. باز میگم انقدر من کریره رو دنبال نکردم، ممکنه که اصلا از قبل هم داشته، من در جریان نیستم. یا چه دیگه. وای خیلی عجیبه. گوجوی عجیبیه، یه خاورمیانه‌ایه که سعی میکنه گوجو باشه. اوکی یور بنده خداست. یور چرا شبیه میگان فاکسه؟ واو شبیه دیگه ها. میگم شاید چهره میگان فاکس خیلی وقت از ذهنم پاک شده. واو چه تیکه‌ای. اوکی اوه فایت داریم. آه گاد این بنده خدا کیه؟ بعد ساز جالبی به نظر میاد. آرون گروپس بروکر. اوکی اوه واو ساز چیزه ایرانیه داریم چیزی که میشنویم، ولی خود ساز ایرانی نیست یا هست؟ بذار من این سرچ کنم. نه فکر کنم اشتباه کردم. نه این ساز چیزه، یه سازی شبیه گیتاره فکر کنم، نمیدونم اگه اشتباه نکنم، چون ساز ژاپنی هم فکر کنم نیست. حالا بازم باید یه ذره بگردم. بگذاریم یه ذره دیگه ببینیم فعلا. بله اوه چرا چیز نمیزنه؟ آقا گوجومون اینفینیتی مگه نداره؟ چه میل چیز داره به اینکه برخورد کنه باشه؟ عجیب است. اوه چرا آبی قرمز میشن بندگان خدا؟ چون با کاسپلی دوستانه یه ذره عجیبه واسم، ولی یه چی دیگه ای حالا نمیدونم میخوره دیگه، محتوای موزیک میخوره. یور بنده خدا تن داد. ای وای برمن. گوجو غناری چون زرده. چقدر عجیبه من چیز موزیک لیریکش. چشم آبیه فقط، صرفا آبی، هیچ رفتی به چشم گوجو نداره. بگو پش. آه واو رو من. پس من دنبال اینم که ببینیم آیا از قدرت‌های گوجو استفاده هم میشه. چرا آها پرپل شد با هم. بابا هیچی تبلیغ اصلا. تبلیغایی که خیلی دوست ندارم. بس به عقل و سن خودتون داره دیگه، قانونی باشه و ببینید چه میکنید دیگه. من کی باشم مثلا صحبت کنم، نظر بدم. داشتم نگاه میکردم حالا بحث الان چیزا رو، عزیزانی که کار کردن ترکن همشون بیشترشون و اینها. بحث این نداره که من مثلا دنبال این بودم، گفتم شاید یک اسم مثلا یه شخص ژاپنی هم وسط
اون بحث مارکت و فرنز نه خبری نبود. حالا بریم سر این صحبت بکنیم که دیدیم موزیک حالا نمیپسندم، من گوش نمیدم طبعا این موزیک رو، ماشینی هم نیست برام واقعیت بگم دیگه، ولی از اون سم خب آدمی که کیفیت براش مهم بوده دیگه، واضحه دیگه دغدغه کیفیت رو داشته، خوشگل بود، موزیک ویدیو خوشگل بود و این صرفا یه ذره ماهیت این که چرا اومده این وسط یه دفعه انیمه تو این یکی دیگه ای چی کار میکردش رو نمیدونم. بگذاریم برسیم سر یه مسئله دیگه که میخواستم صحبت بکنم و مهمه این وسط، اونم بحث اینه که آیا ما الان داریم اینو میبینیم، آیا باید هیت بدیم، آیا باید واکنش منفی داشته باشیم؟ دوستان جوابش خیلی ساده است. یه کانسپتی اومده استفاده کرده، حالا به صورت این بوده که کاسپلی توری اومده این موزیک رو اجرا کرده. ذهنیت منفی نسبت به همه چیز نداشته باشید و گارد واسش بالا نیارید. یه تعریف ساده بکنم از اتفاقی که در گذشته افتاده و من اینجوری بودم که خب چقدر جالب و چقدر خوبه این اتفاق، این تأثیری که روی آدم‌ها گذاشته میشه، آدم‌ها جذب میشن که بیشتر بیان به سمت در واقع انیمه و اونجور چیزها. هیچکس خیلی وقت پیش میاد تو توییتر یه صحبتی اتفاق میفته، بحث انیمه میشه و مشخص میشه که هیچکس قصه ما ویبه. واکنش ها خب طبیعتا متفاوت، اونهایی که عاشق انیمه هستن برمیگردن میگن که نمیدونستیم شما انیمه ببینید، خوشحال میشن و طبیعتا واکنش این شکلی دارن. و یه عده دیگه هم از اون سمت اینجوریه که داداش تو ایران بوده خیابون میگاستی، این مسخره بازی‌ها چی و فلان داستانا، و واکنش حالا هیچکس هم این بودش که من هیچ وقت همچین کاری رو نکردم، خیابون هیچ وقت نبستم. حالا بگذریم، خلاصه به این میرسه که واکنش ها این شکلی بود و یه واکنش های دیگه هم داشتیم که این وسط خیلی جالب بودش. وقتی که میاد بحث این میشه که کلی آدم خب واکنش نشون میدن نسبت به این قضیه دیگه، به عده زیادی کورکوپرشون میرزه وقتی همچین چیزی رو میبینن. نتیجهش این شده بود که من کلی آدم دیده بودم این بین که میان به هیچکس میگن که تو اومدی این آثار رو گفتی نام بردی، ما رفتیم دیدیم، و کلی آدم این شکلی وجود داشت، تأثیر این شکلی وجود داشتش که آدم‌ها آشنا میشن با اینکه انقدر اون انیمه دیدن و اینها چیز عجیب غریبی نیستش و اینقدر گارد داشتن نسبت بهش بی‌معنیه. باید شروعش کنن، لمسش کنن، واردش بشن و بعد بفهمن که چه خبر هستش. اکثریت آدم‌ها وقتی به انیمه از اون زاویه بیرون نگاه میکنن، نرفتن تا حالا باش آشنا بشن، یه ذره اون ماهیت رو همچنان دارن که اون انیمه‌های اچی که این ور اون ور میاد و یه سری کانسپت‌های عجیبن دیگه. خلاصه یه ذره بگذریم، آدم ها معمولا اون شکلی کلن انیمه رو تصور میکنن وقتی که باش آشناییتی ندارن و وارد نشدن بهش، یا نهایتا به این خلاصه میشه که طرف یه ذره بیشتر آشناه، اینجوری که خب سوباسا. هیچ کسی که میاد همچین واکنش رو نشون میده میگه من میبینم، نتیجهش همچین قضیه شد که آدم ها رفته بودن انیمه ببینن، آدم هایی که اصلا نمیدیدن و میگفتن خودشون هم که رسما و علنا که ما گارد داشتیم. جالبیش میدونی چیه؟ اون آدمه رفته مثلا انیمه هایی که شروع کرده، یکی از اون انیمه هایی که توی لیستش بوده و دیده جوجو بوده، چون هیچ کس جوجو دوست داشته. اینجا هم شما وقتی فضای مجازی رو باز بکنی، یه حرکتیه که ببین چقدر ذهن خلاقی بازم این آدم داره. توی موزیکی که بازم میگم ربطی نداشت اومده همچین چیزی رو استفاده کرده، کامیونیتی انیمه مثل منی که الان دارید میبینید واکنش نشون میدم، مخصوصا تو اینستاگرام که خب این عزیزان خیلی زیادترن و این چیزها واسهشون مهمتره که بخوان بیان و ازش پست بذارن، ویدیو بذارن یا صحبت بکنن در موردش. چه اتفاقی میفته؟ این اسم گوجو و فلان و انیمه و نمیدونم اینجور چیزها بر سر توی خیلی زیادتر میچرخه، مخاطبه کنجکاو میشه، میره به این سمت که ببینه. جالبی حالا کامنت های اون در واقع موزیک ویدیو رو براتون نیاوردم، بستم الان این موزیک ویدیو رو نمیتونیم بریم ببینید. یه سری کامنت ها خیلی این شکلی بود، یک اثر هنری جدید از مثلا توهی، نمیدونم یه فلان از توهی. بعد واکنشای این شکلی که وجود داشتش، میدونید جالبی اینجاست که اگه کامیونیتی انیمه بیشترین ویو رو داده بود به این قضیه به وجود میاد که او شما هم گوجو دوست داری، شما هم فلانی. نه، بیشتر واکنش اینه که براشون یه چیز جدیده، مثلا باحال بوده که اومده این حرکت رو انجام داده و خب این خودشون تاثیر آشنایی هستش. حرف من نهایتا به خلاصه چیه؟ اگر میبینید یه آدم میاد به این شکل یه دفعه میاد کلیم میکنه، میگه که سلام من انیمه میبینم و انیمه دوست دارم، واکنش مثبت نشون بدید، چون اون قرار آدمهای بیشتری رو در واقع با اون حرکتش با انیمه آشنا بکنه. ممکنه خیلی تعداد عجیب غریبی نباشه، چون کور آدینس میدونید در واقع توهی چیز عدد عجیب غریبی نیستش. وقتی نگاه کنی به موزیک ویدیو کارهایی که میکنه، عدد و رقم خیلی متفاوت و بالا پایینه، ولی باز هم هر چقدر اون عدد رو کوچیک یا بزرگ فرقی نمیکنه در نظر بگیرید، یک عددی است که داره میاد به این سمت دیگه. این مهمه.
خلاصه که من الان این حرکت رو دیدم، نمیخوام بگم منفی واقعیت نگاهم، نه اصلا منفی نیست و برام اینجوری که بامزه است. خیلی آدم‌های دیگه این کارو میکنن، خیلی اصلا تو موزیکا و تو رسما لیریکاشون معمولا میان به این بحث انیمه‌های موقعی اشاره میکنن. حالا بحث اینه که این رپرهای نسل جدید در واقع فارسی یه ذره رفتن به این سمت که راحت‌تر بیان به این مسائل اشاره بکنن. حالا اسمش سینجین بود فکر کنم، یه موزیک داره توش داره اشاره میکنه به ایتاچی. یه مثلا اومدم مثل ایتاچی، خب ایتاچی چیکار کرده بود؟ کلا ترکونده بود دیگه شهرشون و فلان و این داستانا، قبیله‌شون و فلان اینجور داستانا. حالا من خیلی درست شد کلمات الان استفاده نکنم، این چیزی که یادم میاد دیگه، مثلا رفرنس این شکلی زدم. خلاصه واکنش منفی نشون ندید دوستان، با مزه است دیگه، با مزه است و قبولش بکنید. سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره. این ویدیو رو هم ببینید و خداحافظ شما.